دوب به نام خدا. دوستان گفتن چند تا نصب براتون فیلم بگیریم. ببینید ما اومدیم این ساختمون نصب انجام بدیم، میایم بررسی میکنیم قبل از نصب. اولین بررسی همیشه بهتون گفتم که سینی رو پشتش قرار بدید و این اندازه ها رو بزنید. این 22 سانت، یعنی از اینجا تا این لبه 22 سانته، از اینجا تا این لبه 22 سانت. البته این به این شکل قرار میگیره. شیر بزرگ ما اینجا هست، شیر کوچیک ما اینجا هست، یعنی از زیر اومده تا اینجا. ما باید لوله کشیمون از اینجا بیاریم، شیر بزرگ و کوچیک تا اینجا. خب ما همه اینا رو زدیم. حالا دیوارمون رو بررسی میکنیم. ببینید اینجا اومدن یه فضا گذاشتن. خب اون 20 سانت و 22 سانت ما باید یه جوری باشه که به این برخورد نکند. گرفتین چی شد؟ پس یه جوری باید نصب شه سینی ما که 20 سانت 22 سانت از این فاصله داشته باشه. این از این. حالا ما میخوایم سوراخ کاری کنیم بیرون، چون سوراخ نذاشتن براش. ما باید بیایم بررسی کنیم بیرون، ببین چه خبر. ببین اینجا یه در هست و راه داره به بیرون. خب میاد اینجا نصب میشه. خب ما متراژ اینجا رو تا این لبه میزنیم. خب از اینجا ما زدیم متر تا اینجا 180 سانتی متره. خب از اینجا متر زدیم تا این وسط 240 سانتی متره. پس 240 سانتی متر ما که وسط این البته گرفتیم ما 240 سانت. اینجوری تقریبا اگه نصب بشه به این شکل باید نصب شه. اینجا میفته وسطش 240 سانت میفته، 60 سانت هم میفته 240. آره 60 سانت هم میفته اون طرف در. پس همه اینا رو باید در نظر بگیریم. میذاریم سوراخمون بیفته زیر پنل. بیا اینو بگید که من یه توضیح بدم برای نصب. خب از اینجا تا اینجا 30 سانتی متر. پس 10 سانت هم این باید رو بسیدید پنل رو تراز میکنید. خب این دیوار آجر سفال داره و پوک هست. ما مجبوریم هیچ پروانه‌ای بزنیم. رولپلاک پروانه البته هیچ پروانه‌ای متفاوت کنیم. رولپلاک پروانه میشه جمع میکنیم میذاریم داخل و با چکش ضربه میزنیم تا زمانی که با انتقال ببینید این کج شد. اینو میاریم بیرون، پیچو میبندیم روش که راحت تر بشه ضربه. وقتی پیچ روش باشه بهتر میشه. بعد پیچا رو باز میکنیم، سینی رو میذاریم و سفت.
وسط اون اول می‌ندازیم. پیچا رو همه جا بزنید. بعد اقدام به صفر کردن می‌کنید. پیچ وسط رو که صفر کردیم دوباره تراز رو بذارید مطمئن شید که تراز هست. اگه لازم هست یکم چپ یا راست بشه اون موقع بشه. حالا خدا شکر تراز هست. خب ببینید 22 سانت از اینجا برای ما میاد اینجا. خب برای سوراخ کردن ما باید اینجا سوراخ کنیم نهایتاً تا اینجا. خب چند دیگه سوراخمون رو اینجا میزنیم که چی؟ که لوله‌مون از اینجا رد کنیم سمت این. خب ببینید پنل داریم میزنیم بالا. خب لوله خروجی آب ما اینجا هست ولی سوراخمون اینجا هست. پس اینو باید بیاریم اینجا. نشون میدیم. خب ببینید ما از دو طرف خروجی داریم، درست؟ اینو میاریم بیرون. اینجا هم بدون خروجی داریم. ببینید اینه. من با دنبوریک میگیرمش میکشمش بیرون. حالا اینو میذارم این درتوشو میذارم اینجا. یه پیچ گوشتی 400 بوده، فاز متر بوده. خب باید چیپ بشه، اینجوری فایده نداره. حتما این باید چیپ بشه. خب الان چیپ شد. حالا این که دقت کنید یه خار داره دوستان، اون خار باید بیفته پشت این. خب برای آخر سر حتما باید قفل کنید. خب الان این قفل شد. حالا برای جا رفتن داخل شلنگ این روپوش اذیتمون میکنه. ما باید اینو از اینجا قطع کنیم به اضافه اینکه این روپوش اینو بر اضافه شو چی؟ حالا برای بالا گذاشتن مجدد این کابلمون که میره زیر بله آماده بند کردیم.
چند اسم پنل جام. خب یه دماریک میزنید زیر این میخواستیم پنل بگیریم اینجا بگیرید دوستان که اینا شکستنی میشه. یه دماریک میزنید زیر شیرک کجا میزنید البته این باید بیاد پایین سوراخ بشه دوره کشی انجام بشه. ببینید همونجایی که علامت زدیم روی دیوار خودکار رو بدونم روی علامت دیگه هم بزنیم اونجا روی دیوار هم علامت داشته باشیم که چی؟ پیچ و مراهامون اینجا بیافته. این کوچکه اینم یه علامت کار و دیگه هم من میذارم خاطر خوش موضوع. خب این پنل تا اینجا آماده است و سراغ‌بری کنید و بیرونش رو نصب کنید.